السلام علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال ما. رحمت که ویدیوی ما را تماشا میکنید. از همه شما منت دارم. در تگ کامنتاری ها ما نوشتند که اپا جان ویدیوی پخت و پز کنید. انا برای شما ویدیوی پخت و پز. امروز ما بلینچیک با گوشت تیار کردیم دوستان عزیز. به ما در کار است 2 دانه تخم، 3 قاشق شکر، نیم قاشقچه نمک، کیفیر، آب جوشانیده شده و کمتر روغن لازم است. در اینجا چنانی که میبینید دوستان عزیز 2 دانه تخم را همراهی شکر و نمک آمیخته کردیم. پس آن کیفیر و آب جوشانیده شده را همراه کردیم و خوب همه این را آمیخته میکنیم. بعد از آن آرد را همراه میکنیم دوستان عزیز. و ما ساده لازم نیست. و همه اینها را خوش رو آمیخته میکنیم و کمتر روغن میریزیم. بعد از آن در بلینچیک پزک پخته میگیریم دوستان عزیز. خمیری ما نیز تیار شد. همه بلینچیک ها را ما پخته گرفتیم دوستان عزیز. اکنون نچینکش را تیار میکنیم. در اینجا فرش کارتوشک پیاز را میزیربانیم. کمتر نمک، چارنی پیرچ همراه کردیم و همه اینها را خوش را آمیخته میکنیم. بالش را دم کرده میمونیم دوستان عزیز تا که خوش رو پزد. بعد از آن تیار شد دوستان عزیز. اکنون یک تا و بلینچیک مانده خوش رو میپیچونیم.
در اینجا باشد دوستان عزیز، شما می توانید خیمه، سگوشانی ملکا، سمیتانا، چیه که به خودتان معقول است با همین بلنچی که خودتان را آرا دهید. به همه شما اشتراک تام خواهانم و کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید. خیر.